سلام، این ویدیویی که امروز میگیرم خیلی برام مهمه، چون به یه سری نکته هایی میخوام اشاره بکنم که برای خودم خیلی مهم بوده، زیستشون کردم و حرفی برای گفتن دارم و اون نکته انتخاب کردن، انتخاب درسته. من یه بیوگرافی خیلی مختصر از خودم میگم و بعدش میخوام بگم چی شد که میکاپ رو انتخاب کردم و آیا انتخاب درستی هست یا نه، و اینکه چجوری شما تشخیص بدین که انتخابتون درسته یا نه و بعد برید وسایل گرون بخرید و شروع بکنید به فعالیت کردن. من 28 سالمه، رشته تحصیلیم الکترونیک بوده، برق خوندم و از سن 18 سالگیم تا همین الان که در خدمت شما هستم تو جاهای مختلف کار کردم و در جایگاه‌هایی که اصلا مناسب من نبوده. حالا بریم سراغ این که چجوری شما باید انتخاب درست داشته باشین. نشونه‌های انتخاب درست چیه؟ من زمانی که من قبل از اینکه بیام سراغ میکاپ، بعد از این همه میلیون ها اشتباهی که انجام دادم، فکر می‌کردم که این کار درسته. حالا کلی کار کرده بودم، پول جمع کرده بودم و پیش خودم گفتم که حالا من میخوام از اون کار کارمندی بیام بیرون، بهتره چیکار بکنم؟ برم سراغ کاری که فکر میکنم بهش علاقه دارم. گفتم من حتما، چون کنتراست رنگو میشناسم، پرانتز باز کنم، من عاشق هنرم و از سن فکر میکنم 19 سالگیم پیش استادای مختلف آموزش نقاشی دیدم و میگم چون رنگ رو میشناسم بهتره که برم سراغ رنگ مو. بچه‌ها من پول آموزش دادم، بهترین متریال رو تهیه کردم و هر وقت که کار میکردم و کارم خوب در نمیومد فکر میکردم که اون رنگی که باید رو نخریدم، اون برندی که باید رو نخریدم. اولین نشونه‌ای که شما متوجه میشین که اون کار شماست، کاریه که شما میفهمینش وقتی آموزگار داره به شما درس میده، وقتی اون استاد داره به شما درس میده، شما متوجه حرفش میشی و توی اون کار یه آدم نخبه محسوب میشی، یه آدم با استعداد محسوب میشی، نه حمال اون کار. یکی اینکه من حرف اون کسی که بهم آموزش میداد و متوجه نمیشدم، یعنی مثلا توضیح میداد خیلی کم متوجه میشدم و میرفتم کلی میخوندم، کلی تحقیق میکردم تا اینکه بتونم مثلا اون رنگ مویی که مثلا مد نظرم هست رو در بیارم. دوم موردی که من باش مواجه شدم وقتی میرفتم توی فضای کار که کار بکنم، به عنوان حمال اون، جسارت نباشه، به عنوان کسی که خاک میخوره، نه ها، به عنوان حمال اون مجموعه من وارد میشدم. یعنی مثلا شما وقتی که یه آدمی باشید که تو جایگاه خودتون قرار بگیرین، شاید داری خاک میخوری، ولی صحبتی که راجبت میشه وقتی وارد مجموعه میشین که میگن خیلی با استعداده، مثلا این خیلی بلده، یا مثلا اون استاد میگه بسپر بهش، خودش بلده، خودش میدونه باید چیکار بکنه. خب اون برداشت رو راجب من نداشتن آدمایی که اونجا بودن. آقا من اومدم شروع کردم مدل زدن. حالا اولین مدلم که به شدت کابوس بود، اصلا اون چیزی نبود که من میخواستم. گرچه که با این همه که این تعریفایی که میکنم میگم نبود اون چیزی که میخواستم و فلان اینا، نسبتا واقعا خوب شده بود، ولی اون شاهکاری که تو ذهن من بود نبود. حتی من یه دونه پستم یادم نمیاد گذاشته باشم واسه رنگ مویی که انجام دادم. رفتم یه سالونی صندلی اجاره کردم، اونجا شروع کردم مدل زدن و همچنین فکر می‌کردم که چون وسایل اشتباهی دارم شاید رنگم خوب در نمیاد. آقا من مدل دومو گرفتم که دوستای خوبم بودن و واقعا لطف داشتن ماشون میدادن دست من. میتونم بهتون بگم که خوب بود ولی اونی نبود که من میخواستم. پس دومین نشونهش این میشه شما وقتی که وارد یه کاری میشید، شما نسبت به لولی که درش قرار دارید کار شاهکاری انجام میدین، کار خوبی انجام میدین، چون متوجه اون کار میشین، بلدشین، رو دستتون میشینه. و من اونجا این شرایط رو نداشتم. شاید باورتون نشه خوب بود ولی من شب خوابم نمیرفت. میدونین چرا خوابم نمیرفت؟ چون انگار فهمیده بودم که این راهی که انتخاب کردم بازم اشتباهه. و این در چه حالی بود؟ این در حالی بود که مامان و بابا اطرافی همه فهم می‌کردن که با فاطمه بعد از این همه سال بالاخره میدونه داره چیکار میکنه دیگه، راهش رو پیدا کرده و رفته کلی هزینه کرده و آموزش دیده و خودش رو کشته و بره این ور و بره اون ور. ولی من ترسیده بودم و فهمیده بودم که این انتخابی هم که کردم اشتباهه. رفتم سراغ کار بعدی. از اون سالن اومدم بیرون، رفتم توی سالن بالاشهر که یه هیکالیست معروف، نسبتا معروف کار می‌کرد و واقعا کارش خوب بود. رفتم اونجا که دیگه کامل این پالس به من داده میشد که اینجا جایگاه تو نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونجا من فقط یک حمال بودم و هیچ چیزی از رنگ کردن نمیفهمیدم. یعنی اونجا من یه نخبه نبودم، یه نخبه رنگ نبودم و اون کار رو دست من نمیشست. فقط در حدی بودم که فویل نگه می‌داشتم و فویل میپیچیدم، حتی نمیپیچیدم و این شکلی بودن که اینو برای ما بگیر. من فهمیدم که این اون چیزی نبوده که من میخوام. بچه‌ها من بعد از 27 سال انتخاب‌های اشتباه، کارهای زیاد، این طرف کار کن، اون طرف کار بکن، این تجربه خیلی زیاده چون که تایممون نمیرسه، نمیتونم بگم اصلا لازم نیست، خلاصه بهتون میگم و این چیزی که به شما ربط داره. حالا من فهمیدم که انتخابم اشتباهه. چی شد؟
من چون استاد تشخیص دادن دیگه، استاد شده بودم توی عوض کردن مسیرم دیگه، همه خیلی براشون ناراحت کننده شده بود که بابا این دوباره داره راهشو عوض میکنه. برای خودم هم اثبات کردن خودم دیگه سخت شده بود که آقا باور کنید که من میخوام یه مسیر واقعا درست رو برای خودم انتخاب بکنم. این دیگه برای خودم واقعا سخت شده بود. و بچا وقتی میان مسیرتون رو عوض بکنین یه وسوسه هایی میشین. خب وسوسه من میدونید چی بود که دوباره نیام سراغ اون کاری که میدونم توش خوبم؟ وسوسه این بود، میگفت که تو اولش که مشتری نداری که، اول برو به نظر من لاین موژه‌ای، لاین مثلا میکرویی یا مثلا ناخونی چیزی برو، پول که در آوردی از اونجا برو سراغ اون چیزی که واقعا میخوای. من واقعا داشتم وسوسه میشدم، ولی یهو به خودم اومدم گفتم که اصلا دیگه اجازه نمیدم که انتخاب اشتباه داشته باشی. اگه که میخوای واقعا میکاپ آرتیست بشی، تمام زمانت و تمام هزینه‌ت و همه رو روی همون چیزی که واقعا میخوای بشی بذار و این بهترین انتخاب. بچه شما فرض کنید میرین کلی وسیله میخرین، کلی آموزش میبینین، حالا تا بیاین توی اون زمینه شما جا بیافتین، مثلا فرض کن ناخون، 2 نفر بیان مشتریت بشن، خب چه کاریه؟ همون تایمو بذار روی اون حرفه‌ای که واقعا مثلا بهش علاقه داری. و من مدت‌ها درگیر این بودم که برم این کارو انجام بدم، ولی واقعا به خودم غلبه کردم و گفتم که نه، تایم، انرژی، زمان، همه چیز سر اون چیزی که واقعا دوست داری، سر اون چیزی که میدونی درش استعداد داری. یه مسئله هست میگه که اگر به یه ماهی بگی مثل گربه بپر برو از درخت بالا و این چون نمیتونه، همه عمرش فکر میکنه که یه حیوان احمقه. اما دور از اون بچه، شما نه احمقین که یه درآمد پایینی دارید، نه اینکه ناتوانی. شما باید جایگاه درست خودتون رو پیدا کنید، جایی که انقدر تلاش میکنی انقدر نتیجه میگیری. من خودم وقتی که برق میخوندم خیلی درس سنگینی بود و قشنگ یادمه که من فرش اتاقم میذادم کنار، رو سرامیک با ماژیک همجوری فرمول مینوشتم، میومدم میرسیدم تهش میدیدم که ته اتاقم میدیدم که اشتباه نوشتم، رو آینه این ور اون ور تمام هیت شروع کردم تمرین کردم با خودم. اما جوابی نمیگرفتم. چرا؟ چون هیچ علاقه‌ای به اون درس نداشتم. وقتی آموزگار یا اون استاد با من صحبت می‌کرد من واقعا متوجه نمی‌شدم. اینه مشکل، اینه شما راندمان کارت پایینه، تلاش می‌کنی راندمان کارت پایینه. دوستی دارم که توی همون دانشگاه با من درس خون، از اونجا افتخاری رفت دانشگاه تهران و الان آمریکا داره دکتراشو میگیره. علاقه خیلی مهمه. و میدونید مشکل چیه؟ وقتی شما با شهامت و با شجاعت اون مسیری که میدونی بهش علاقه داری و استعداد داری رو انتخاب نمی‌کنی، مشکلی که برات پیش میاد اینه که چند سال زیاد رو از دست میدی و این چند سال زیاد باعث میشه که بقیه تو سرت حتی بزنن، چون توی جایی میری که پایینی، توش دست برتر رو نداری، دست پایین رو داری، همه توش به تو سری میزنن. پس هم زمان تو از دست میدی. اما اگر بری سر اون کاری که واقعا بهش علاقه داری، مثلا 8 سال 9 سال واقعا زمان تو بذاری روش و کار بکنی، نه تنها تو سری نمیخوری بلکه همیشه تو این سالها دست بالا رو داری. پس این کارو انجام ندید که من برم درس بخونم، پولدار بشم، بیام فلان انتخاب بکنم، من برم اون کارو انجام بدم بعد بیام این کارو انجام بدم. نه، همون بیزینسی که بهش علاقه داری، همون بیزینسی که بهش علاقه داری، همون رو انتخاب بکن. یه نشونه دیگه که شما متوجه میشین که راهتون درست انتخاب کردین اینه، شما اگه وسایل نرمال هم داشته باشین، ابزار و وسایل نرمال هم داشته باشین، اون ابزار و وسایل انقدر خلاقیت میاد توی ذهنتون که با همونا بهترین نتیجه‌ای که میتونید از اون وسایل بگیرید دارید. من وقتی استاد خودم میبینم داره بهم آموزش میده، وقتی با وسایل نرمال من کار میکنه، خب اون استاد وقتی داره کار میکنه، شما از مدل قلم دست گرفتنش، از مدل استفاده کردن از وسایلش متوجه میشید بابا این کاره است، کار رو دستش میشینه. پس و کارو خیلی خوب در میاره، در حالی که تو شاید از اون وسایل بهتر داشته باشی، کارو نتونی خوب در بیاری. پس اولش وقتی میخواین یه مسیری رو انتخاب بکنین، بیاید چیکار بکنین؟ با وسایل نرمال شروع بکنین، ببینین کار رو دستتون میشینه، ببینین انتخابی که کردین درسته، یعنی شما با همون وسایل خلاقیت به ذهنت میاد که من این کارو انجام بدم بهتر میشه. وقتی که این کارو انجام بدین، یعنی ببینین که با همون وسایل نرمال دارین بهترین خودتون رو به نمایش میذارین و کار خوبی داره میشه و شما به اون کار علاقه دارین و شما اون کارو میتونید انجام بدید. نکته بعدی بچه‌ها، شما زمانی میتونید بگید که اون کاری که شما دارید انجام میدید انتخاب درستتونه که اون کار استمرار داشته باشه. استمرار رازشه، چون همیشه کاری که علاقه داری برات یه ولولکی به وجود میاره که برم امروزم این کارو انجام بدم. شما زمانی که با همون وسایل محدودت استمرار برات به وجود میاد، برم دوباره این کارو بکنم، برم فلان ویدیو رو ببینم یاد بگیرم، برم مثلا فلان آموزش رو ببینم، این قطع نمیشه، خسته نمیشی از این مسیری که حتی اولش هستی، این یعنی که جای درستی اومدی. مثلا تو زمینه رنگ مو خسته میشدم، نه به خاطر وایسادن، چون الانم وای میسم، به عنوان میکاپ آرتیستم الان وای میسم. اونجا از این خسته میشدم که اون کار من نبود، در نمی اومد، نمیفهمیدمش، پس استمرار نداشتم. تا یه جایی زور زدم، یه جایی بعد دیدم که این زوره جواب نمیده. شما ممکنه که اصلا ماساژور باشید، علاقه به ماساژ داشته باشید، خب یه نفر میاد میگه که من وقتی
یه نفر رو ماساژ میدم، اون خستگی که از این آدم در میاد میگه آخرش خیلی بهم حس خوبی میده. دوست دارم راههای بیشتری انتخاب بکنم که ببینم مثلا چه اتفاقای بهتری مثلا میتونم برای اون مشتریم رقم بزنم. احساس رضایت مشتری رو دوست دارم. اون انقدر به کارش علاقه داره و انقدر استمرار به خرج میده، یهو میبینی از همون ماساژ یه سالونی میزنه که بیا ببین. چون پول هم یه چیز درونیه دیگه، ماشاءالله انقدر هممون این چیزا رو میخونیم و میدونیم. پول هم یه چیز درونیه. شما وقتی که به یه چیزی علاقه داشته باشی و ادامش بدی میبینی از همون کار چون میشی استادش، چون میشی بهترینش، پوله که رو پول میاد. پس بچه‌ها وسایل گرون نمیخواد بخرین. اول خودتون رو تست بکنین، یه دورانی رو بگذرونین. وقتی دیدین که اون دوران رو گذروندین و توی اون حالتای خوبی بودید، پیشرفت خودتون رو دیدین، لذت بردن خودتون از کارتون دیدید، اون مسیر شماست. فرق نمیکنه چه لاینی باشه. دیگه از نشونه هاش چی میتونم بگم؟ این که وقتی میخوای شروع کنی و پیشرفتی، با اینکه اولش میترسی ولی میدونی که از قبل میدونی میترکونی. سهمی که شما دارید و سهم خدا از استرسی که موقع انتخاب کردن اون راهتون دارید چیه؟ 99% سهم اون استرس به نظر من برای خداه. به خاطر اینکه شما میتونید خیلی راحت کاراتون رو بسپارید به خدا، دیده نمیشید، نمیدونم نگران کاراتونین، کلی قصد دارین، شاید مشتری اوایلش نداشته باشین. این پسره بود، این پسره قبلا عاشق یه دختره شده بود. دختره چیزی که من یادمه دختره مو قرمزی بود و دختره خیلی اهل گل و اینجور چیزا و اون داستانا بود. پسرم داشت به سمت خودش میبرد، پسرم عاشق شده بود دیگه. آقا بعد یه تایمی که این انگار بیدار شد، لاغر شده بود و تو خودش بود و دوباره میرفت مثلا پیگیر همون داستانا و دختره بود. بعد یه تایمی که بیدار شد ما یهو دیدیم میرفت سراغ ورزش و نمیدونم باشگاه و بدنسازی و فوتبال و الان توی یکی از بهترین فکر کنم تیمای دسته 3 یا دسته 2 داره بازی میکنه. پس اون آدم بعد من خیلی برام جالب شد این چی شد انقدر متحول شده و اینا. گفتم تو چیکار میکنی؟ چی شد مثلا چیکار میکنی؟ اینو گفتش که من رابطه‌ام با خدا قطع شده بود. تو اگه میخوای مثلا همه کاری که دوست داری و انجام بدی و استرس کم بشه، مشکلت اینه که با خدا کانکت نیستی. با خدا چجوری صحبت میکنی؟ گفتم مثلا با خدا صحبت نمیکنم. گفت که دقیقاً مشکل کارت همینه. و بچه‌ها من رفتم امتحان کردم و دیدم آره راست میگه، مشکلم همین بود. اون استرس‌های شدید و اون حال بدی‌های شدید فقط به خاطر اینه که ما هیچ چیزی رو عادت نداریم به خدا بسپاریم و این بده. چون به قول نوید محمدزاده خدا همه چیزو به بهترین حالتش میچینه. نور منم داره میره، این روژو بزنیم که تموم شد. میخوام یه روژ قرمز بزنم و دورشو قهوه‌ای یا سیاه بزنم. آره واقعا اصلا قلبم آرزو میکنم که اون مسیری که برازنده تونه توش موفق ترینین، بدون اینکه خسته بشین، با عزت و به آسونی بهش برسین. یه مسیری که هر چی تلاش میکنین همش خیر و برکت و آسونی باشه، نه سختی. قطعا هم پیداش میکنین. اصلا هم نترسین، با شجاعت مسیرتون انتخاب بکنین حتی اگه 1000 تا اشتباه داشتین. خداحافظ.